بزرگترین ترست چیه مرد جوان؟ باز چه هی میپرسه بزرگترین ترست چیه؟ معنیش چیه؟ بزرگترین ترس ما این نیست که بی‌کفایتیم. بزرگترین ترس ما اینه که بیش از اندازه قوی هستیم. چیزی که ما رو خیلی میترسونه تاریکی نیست، نور خودمونه. کوچیک بازی کردن ما کمکی به دنیا نمیکنه. کوچیک کردن خودمون برای اینکه دیگران احساس ناامنی نکنن هم هیچ فایده‌ای نداره. ما بچه‌ای هستیم که باید بدرخشیم. نه فقط بعضی از ما بلکه هممون. وقتی بذاریم نور خودمون بدرخشه، ندونسته به دیگران هم اجازه همین کارو میدیم. و وقتی از ترسای خودمون رها بشیم، حضور ما دیگران هم آزاد میکنه. آقا فقط خواستم ازتون تشکر کنم. شما زندگی منو نجات دادین.